6000 سال پیش ما تاجیکان اولادای ما شما بودیم. ما دولت های قدیما داشتیم که بعضا مردم هایی که حالا وای میکنن از دور آنها در دوری جنگل ها میگشتن. ما دولت ساز بودیم، دولت داشتیم، شهرساز بودیم، شهردار بودیم. برای همین خرسندی کنید، خوانید، بیشتر کتاب خوانید، اثرهای بدیعی خوانید، شعورناکیتان را وسیع کنید، جهان بینیت را وسیع کنید. ما از کمال خرجندی، بابا جان غفور و صدرالدینی، میرزا ترسوزاده، خرودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، هزارهای دیگر نامبر شدیم، نامبر یاد میکنیم. مادر تاجی در عصر نو، عصر هزاره نو چی دیگر رودکی تولد نمی کند؟ چرا؟ رستمی داستان نداریم؟ هزارها تمامی هستی ما برای شما نورسان و جوانان امروزه است. هوشیار باشید، خوانید، کسب آموزید، علم آموزید، وطن خودتان را شاهی کنید، وطن عزیز خود را دوست دارید، صدقاً دوست دارید، حفظ کنید.